دوستای گلم بریم با هم 2 تا سوال استدلال منطقی حل کنیم به کمک نمودار ون. خیلی راحت نگاه کنید. گفته با توجه به اطلاعات داده شده کدام یک از نتایج زیر درست است؟ همه پروانه ها زیبا هستند. بفرما بچه‌ها، دیگه اینا رو واسهتون قبلا من توضیح دادم که چجوری اینا رو حل کنید. همه پروانه ها، مثلا من اینو میذارم پروانه ها، همه پروانه ها زیبان. بچه‌ها این همیشه تو ذهنتون باشه، میگیم همه پسرها انسانن، همه دخترها انسانن، پسرها میرن داخل مجموعه انسان ها. پس این وقتی میگه همه پروانه ها زیبان، یعنی پروانه ها باید برن داخل یه دایره گنده تری به نام زیبا. حالا همه حیوانات پروانه هستن، همه حیوانات پروانه. بازم داره چی میگه اینجا؟ بذاریم مثلا همه پسرها انسان هستند، همه حیوانات پروانه هستن. باز پسرها باید برن داخل، پس حیوانات میره داخل پروانه. بیا اینم من مینویسم حیوانات. حالا گفته با توجه به این کدومه که اینا درست؟ بعضی از زیباها حیوانن. این درسته دیگه، یه سری از زیباها، بعضی از زیباها حیوانن. مثل این که باز اینو مثال بزنم برای شما. وقتی می نوشتیم اینجا انسان، اینجا می نوشتیم چی شدیم؟ اینجا می نوشتیم دختر، ببخشید اینجا می نوشتیم انسان، اینجا داخلش می نوشتیم مثلا دختر. بعضی از انسان ها می شدن دختر دیگه، بعضیشون هم مثلا پسرن. خب اینم درست، همین گزینه درسته. حالا بعضی از حیوانات زیبا ممکن است پروانه نباشند. بعضی از حیوانات که داخل پروانه هستن. چطور امکان داره بعضی از حیوانات که اصلا حیوانات همشون هم زیبا هستن، چطور امکان داره بعضی از حیوانات زیبا پروانه نباشن؟ خیلی غلطه. بعضی از حیوانات زیبا ممکنه اصلا حیوانات داخل پروانه است، حالا زیبا هم که باشن قطعا بازم داخل پروانه دیگه، اصلا این که غلطه. همه پروانه ها حیوان هستن. کوش، همه پروانه ها حیوان نیستن. بچه ها نگاه کنید، همه حیوان ها پروانه بودن. الان اینجا یه سری پروانه هست که حیوان هم نیست. مثلا اگر بخوایم بگیم مثال نمودار ونش رو بگم، پس اینم غلطه. همه زیباها حیوان هستن. همه زیباها حیوان نیستن که، یه سریاشون زیبا. اینجا نگاه کن، یه سری از حیوانات هستن که اصلا یه سری از زیباها هستن که حیوان نیستن. پس این غلطه و گزینه الف یا همون 1 کاملا درست. بریم سوال بعدی ببینیم چی میگه. نگاه کنیم ببینیم چی میگه. با توجه به اطلاعات داده شده کدام یک از نتایج زیر منطقی است؟ همه مدادها ساعتن. بفرمایید. مثلا من اینجا میکشم مداد، همه مدادها ساعتن. همه ساعت ها هم کفشن. کفش. بعضی از کفش خودکارن. اینو با یه رنگ دیگه بکشم. بعضی از کفش ها خودکارن. بیا این میتونه باشه خودکار، میتونه اینجوری باشه یعنی وارد ساعت ها هم بشه، میتونه وارد مداد هم بشه. چیزی که تو همه اینا مشترکه اوکیه برای ما، چیزی که مشترک نیست نه. بعضی از مدادا خودکارن. بچه‌ها بعضی از مدادا خودکارن یعنی حتما همیشه این اتفاق میفته. حتما بعضی از مدادا خودکارن؟ نه، حتما نیستن. ممکنه باشن ولی حتما که نیست. گفتم اگر تو یه نمودارم این صدق نکنه این غلط، پس این غلط. همه خودکارها ساعت هستن. خودکار کوشی، همه خودکارها ساعتن؟ قطعا غلطه دیگه. چرا؟ کو الان همه خودکارها ساعتن؟ نه، الان اصلا خودکار نگاه کن اینجا رو اصلا وارد ساعت نشده. همه مدادها کفشن. بله دیگه، همه مدادا که این تو هستن بچه اینا رو همشون جزء کفشان دیگه. این درسته دیگه. مثل اون مثالی که میزدیم همه دخترها انسانند. بله این درسته. بعضی از خودکارها کفشن. کو بعضی از خودکارها کفشن.
بعضی از خودکارا کفشن. بله دیگه، نگاه کنید در همه اینا بالاخره این مشترکه. الان این داره اینو، این داره اینو، اینم داره اینو. بله همین درسته، اینم درسته. پس پ و ت درستن، فقط پ و ت دیگه. همین دیدید؟ نمودار ون رو خوب یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید از پس این سوالات به امید خدا بر بیایید. تمرین کنید تمرین کنید تمرین کنید تا بتونید این سوالات رو خیلی راحت از پسش بر بیایید. سوال خیلی ساده ای هستند، فقط نمودارش رو بکشید دیگه، حل دیگه. خسته نباشید، موفق باشید.